بیانیه خطرناک آرنولد پس از علاقه‌مند شدنش به اسلام خطاب به ترامپ خیلی از رسانه‌ها و مردم آمریکا رو شوکه کرد. چند روزی هست که شایعه مسلمون شدن آرنولد در خیلی از رسانه‌ها به چشم می‌خوره و هنوز هم این موضوع تایید یا تکذیب نشده. ولی اصلاً چی شد که اسطوره هالیوود آرنولد شوارزنگر اینقدر علاقه‌مند به قرآن و اسلام شد؟ آرنولد به معجزه‌ای که به وسیله قرآن کریم با چشمان خودش دید متحول شد و علاقه‌مند به اسلام و قرآن شد. ماجرای نجات یک کودک از دامن آتش‌های لس آنجلس و مشاهده معجزه قرآن که قطعاً شما رو حیرت زده کرد. از زمان شروع آتش سوزی هایی که کالیفرنیا و شهر لس آنجلس رو در خودش میسوزون، رسانه ها و اخبار مملو از تصاویر ویرانی های بی سابقه در آمریکا بود. برای همین خیلیا این موضوع رو یک عذاب بزرگ از طرف خداوند تعریف کردند که در حال بلعیدن آمریکا و نابود کردن اون هستش. اما در بحبوحه همین فاجعه آرنولد شوارزنگر، ستاره بین المللی که به خاطر قدرت و موفقیتاش در هالیوود مشهوره، با بیانیه‌ای علیه ترامپ دنیا رو تکون داد. این بیانیه فقط یک اظهارنامه معمولی در مورد اتفاقات آمریکا نبود و صحبت آرنولد در مورد معجزه‌ای بزرگ بود که مسیر زندگی اون رو تغییر داده. آرنولد داستان خودش رو با گفتن این جمله آغاز میکنه: من در همون روزهای اول به عنوان نیروی مردمی در کالیفرنیا حاضر شدم و در حال شرکت در عملیات امداد و نجات و کمک رسانی به مردم گیر افتاده در آتش بودم که ناگهان صحنه‌ای عجیب رو دیدم که هرگز اون رو تا آخر عمرم فراموش نخواهم کرد. صدای گریه‌های بچه‌ای از داخل یکی از خونه‌ها به گوش می‌رسید و اصلاً وقت تعلل و صدا کردن نیروهای آتش نشان رو نداشتم. پس بلافاصله به سمت خونه دویدم و در رو شکستم و به دل آتش زدم و وارد دود و حرارت بالای آتش شدم. آرنولد ادامه میده که وقتی وارد خونه شدم با یک دختر بچه ای مواجه شدم که روی زمین نشسته بود و در حالی که یک کتاب در دستش گرفته بود و از خدا کمک میخواست گریه میکرد و از شدت ترس سرش رو بالا نمی آورد و مدام میگفت خدایا من رو نجات بده. با دیدن این صحنه به شدت تحت تأثیر قرار گرفتم و دختر بچه رو در آغوش گرفتم و اون رو به مکانی امن بردم. وقتی که دختر کمی آروم شد از اون پرسیدم که چرا این کتاب رو نگه داشته و همچنان توی بغلش گرفته. دختر در جواب گفت همین کتاب جون من رو نجات داده و این کتاب کلام خداوند هست و ما اون رو قرآن می‌نامیم. آرنولد بیان میکنه که اون لحظه در زندگی من نقطه عطف بزرگی بود و با